روز کودک آماده تولید شدن بود. رو به سوی خداوند کرد و پرسید: ای خدای مهربانم، میگویند فردا مرا به زمین میفرستی، اما من با این خرده و بدون هیچ کمک چگونه میتوانم برای زندگی به آنجا بروم؟ از جانب خداوند به گوش کودک صدای آمد: آرام باش، از میان بسیاری از فرشتگانم من یکی را برای تو در نظر گرفتم که او در انتظار تو است و از تو نگهداری خواهد کرد. کودک باشد هنوز نمیدانست که میخواهد برود یا نه، باز رو به سوی خداوند کرد و گفت: ای خدای من، در اینجا من کاری نمی کنم، مشکلی ندارم، کاری بجز خندیدن و آواز خواندن ندارم و اینها برای شادی من کافی هستند. هاتف از جانب خداوند به او ندا کرد: آرام باش، فرشته تو برایت آواز خواهد خواند و برای تو لبخند خواهد زد، طوری که تو عشق او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی شد. کودک باشد با نگرانی باز پرسید: خدا جان، وقتی من زبان آنها را نمیدانم، چطور میتوانم بفهمم که آنها چی میگویند؟ دوباره با صدای لطیف هاتف غیب گوش او را نوازش کرد و فرمود: فرشته تو زیباترین و شیرین ترین واژه هایی را که ممکن است بشنوی در گوش تو زمزمه خواهد کرد و با صبر و بردباری به تو یاد خواهد داد. کودک ناراحت می شود و باز می گوید: ای خدای من، وقتی که من می خواهم با تو صحبت بکنم چی کاری کنم؟ از جانب خداوند باز صدای می آید: فرشته‌ات دستهایت را در کنار همدیگر قرار داده به تو یاد می دهد که چگونه دعا کنی و با من هم صحبت بشوی. کودک باشد باز سرش را پایین افکند و پرسید: شنیدم که در زمین انسانهای بد هم زندگی می کنند، از آنها مرا کی محافظت می کند خدا جان؟ باز از جانب خداوند صدای می آید: فرشته‌ات از تو نگهداری خواهد کرد، حتی اگر به قیمت جان خودش باشد. کودک دست برداشت و پرسید: ای خدای من، اگر قرار است بروم، پس نام فرشته من چیست؟ خداوند میگوید: نام فرشته‌ات اهمیتی ندارد، به سادگی میتوانی او را مادر صدا کنی. آره، نام این فرشته زمینی مادر است. پیش چشمت کودکم من تا هنوز مادری جان علیم گوی، زندگی افسانه بوده است، مادرها افسانه ام گوی.